مرکز اسلام شناسی یک نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان روز 21 اکتبر با نشر مطلب ایران را برای تلاشی بی‌ثباتی در کشور متهم کرد و خواست که تهران در مناسبت با دوشنبه از بازی به قول آنها سیاسی مذهبی دست بردارد. این مرکز باور دارد که تلاش ایران برای اسلامی سازی جامعه تبلیغ عقیده های شیعی 12 امامه از جمله برگزاری مراسم عاشورا و پوشش لباس سیاه در تاجیکستان مناسبت دو کشور را به بنبست برد. تا حال جانب ایران در رابطه به این مطلب اظهار نظر نکرده است، اما در گذشته مقامات ایران ادعای به این مانند طرف تاجیکستان را رد کرده بودند. قمر نورالحق خادم مرکز اسلام شناسی در یک مطلب کامل در سامانه رسمی این نهاد وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان گفت حالان که ایران و تاجیکستان برای برقرار و رشد همکاری، حتی همکاری دارای اهمیت استراتژی، به هیچ گونه بازی‌های سیاسی مذهبی نیاز ندارند. بدون چنین بازی‌ها مردم تاجیک ایران را و مردم ایران تاجیکستان را دومین خانه خود می‌دانند گفته است او. در این مطلب بار دیگر ایران به حمایت و سرمایه‌گذاری از یک طرف جنگ شهروندی تاجیکستان که 5 سال ادامه کرد عیبدار شده است. خادم مرکز اسلام شناسی در خلاصه خود گفته است دوشنبه در حال حاضر حق دارد که از طریق مراجعت به سازمان ملل جبران ضرر اقتصادی و معنوی جنگ داخلی را از ایران بخواهد. تاجیکستان و ایران طی تقریباً 2 سال اخیر مرحله مشکل همکاری را پس سر می‌کنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پول‌های گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران در ماه دکبر سال 2015 به وجود آمده است. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت امور داخلی تاجیکستان در اول ماه اوگوست امسال علیه جمهوری اسلامی بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 92 از جمله سفرعلی کنجایف را سرمایه گذاری کرده است. آن وقت سفارت ایران در تاجیکستان ادعای مطرح شده در این فیلم مستند را رد کرد و گفت که از نشر چنین فیلم متاسف است. عین زمان سفارت گفت که فیلم یک اقدام تفرقه اندازانه بوده در چارچوب خواست و منفعت‌های دو ملت نیست.